تا حالا به این فکر کردین که ما واقعیت رو کشف میکنیم یا خلق؟ خب، بیشتر ما احتمالاً میگیم کشف میکنیم دیگه، مگه نه؟ اما یه فیلسوف بزرگ به اسم ایمانوئل کانت اومد و یه ایده کاملاً دیوانه‌وار رو مطرح کرد. گفت ذهن ما یه تماشاگر منفعل نیست که فقط بشینه دنیا رو نگاه کنه. نه، ذهن ما فعالانه داره جهان رو بر اساس قوانین خودش شکل میده. آمالید که نگاهتون به همه چیز، به کل واقعیت برای همیشه عوض بشه؟ بزن بریم. خب، برنامه‌مون چیه؟ اول میریم سراغ اون سوال عجیب و غریبی که ذهن کانت رو درگیر کرده بود، بعد میبینیم که جواب انقلابیش چی بود. در ادامه کشف میکنیم که چطور از نظر کانت ما واقعیت رو میسازیم. بعد با یه دنیای اسرارآمیز آشنا میشیم که هرگز نمیتونیم بشناسیمش و آخر سرم میبینیم که کل این ماجرا چه تأثیری روی دانش بشری گذاشته. بسیار خوب. بخش اول، پرسشنامه ناممکن کانت. قبل از اینکه به جواب فوق‌العاده اون برسیم، اول باید بفهمیم اصلاً چه معمای عمیقی کانت رو انقدر به فکر فرو برده بود. یه معما که بیخ ریشه تمام دانش ما رو هدف گرفته بود. سوال اصلی دقیقاً همینه. چطوری میشه که ما به یه سری حقایق میرسیم که مطمئنیم همیشه و همه جا درستن؟ چیزایی مثل قوانین ریاضی یا فیزیک، بدون اینکه لازم باشه بریم و تک تک موارد ممکن تو کل عالم رو تست کنیم. مثلا ما از کجا اینقدر مطمئنیم که هر اتفاقی یه علتی داره؟ مگه ما همه اتفاقای عالم رو دیدیم؟ همین تضاد دقیقاً قلب مسئله کانت بود. برای اینکه این مشکل رو بشکفه، کانت اومد گفت ما دو نوع حکم یا گزاره داریم. نوع اول احکام تحلیلی هستن. اینا گزاره‌هایی هستن که چیز جدیدی به ما نمیگن، فقط دارن یک کلمه رو تعریف میکنن. مثلا وقتی میگیم همه مثلث‌ها 3 تا ضلع دارن، خب این که چیز جدیدی نیست، این تو خود تعریف مثلث هست. اما نوع دوم احکام ترکیبی هستن. اینا دانش ما رو واقعاً بیشتر میکنن. یه اطلاعات جدیدی به یه مفهوم اضافه میکنن که قبلاً توی تعریفش نبود. این مثال رو ببینین، تفاوتش کاملاً مشخص میشه. وقتی میگیم همه اجسام بعد دارن، این یه حکم تحلیلیه. چرا؟ چون بعد داشتن جزئی از تعریف خود کلمه جسم هست. چیز جدیدی یاد نگرفتیم. اما جمله همه اجسام سنگین هستن، این یه حکم ترکیبیه. کلمه سنگین توی تعریف جسم نیست. این یه اطلاعات جدیده که ما باید با تجربه کردن دنیا بهش برسیم. کانت یه دسته‌بندی کلیدی دیگه هم داشت. دانش پسینی، همونطور که از اسمش پیداست، دانشیه که ما بعد از تجربه به دست میاریم. شما باید به یه صندلی دست بزنین تا بفهمیم سخته. اما دانش پیشینی هیچ ربطی به تجربه ما نداره. شما لازم نیست 7 تا سیب رو بذاری کنار 5 تا سیب تا بفهمی میشه 12 تا. این یه حقیقت کاملا عقلیه. و حالا اینجا بود که کانت این دوتا دسته‌بندی رو با هم قاطی کرد و به اون سوال تکون دهندش رسید. احکام ترکیبی پیشینی چطور ممکنه؟ بذارین ساده تر بگم. چطور ممکنه ما یه دانش جدید، یعنی ترکیبی، درباره جهان به دست بیاریم که همزمان نیازی به تجربه نداشته باشه، یعنی پیشینی، و در نتیجه برای همه جا و همه وقت درست باشه؟ کل علم فیزیک و ریاضیات دقیقاً بر پایه همین نوع دانش ساخته شده. جوابی که کانت به این معمای بزرگ داد، یه چیزی کمتر از انقلاب نبود. اون تصمیم گرفت کل فرضیات فلسفه رو که هزاران سال همه قبولش داشتن کلاً بریزه دور و از اول شروع کنه. ببینین، تا قبل از کانت همه فکر می‌کردن ذهن ما مثل یه آینه خالیه. یه شی اون بیرونه و ذهن ما فقط تصویرش رو بازتاب میده. ساده است دیگه، نه؟ اما کانت اومد و این معادله رو 180 درجه برعکس کرد. اون گفت یه لحظه صبر کنین. چی میشه اگه این اشیا باشن که باید خودشون رو با ساختار ذهن ما هماهنگ کنن، نه برعکس؟ این دقیقاً همون انقلاب کوپرنیکی کانت توی فلسفه بود. این جملات از خود کانته و به نظرم جسارت و عمق این تغییر رو خیلی خوب نشون میده. اون آگاهانه داشت یه آزمایش فکری رو پیشنهاد میداد، آزمایشی که قرار بود همه چیز رو عوض کنه. خب، خیلی هم عالی. اگه این اشیا هستن که خودشونو با ذهن ما منطبق میکنن، این فرایند دقیقاً چجوری کار میکنه؟ اینجا دیگه وارد قسمت هیجان انگیز ماجرا میشیم. جایی که کانت توضیح میده ذهن ما چطور مثل یک کارخونه واقعیت رو تولید میکنه.
کانت میگه این فرایند 2 مرحله اصلی داره. مرحله اول حسانیت هست. ببینین هر اطلاعاتی که از طریق حواس 5گانه به ما میرسه، رنگ‌ها، صداها، بوها، یه مشت داده خام و بی‌نظمه. ذهن ما بلافاصله این داده‌های شلوغ‌تر رو میگیره و توی 2 قالب اصلی خودش میریزه، مکان و زمان. مکان و زمان مثل یه عینک هستن که ما به چشم زدیم و اصلاً نمیتونیم درشون بیاریم. بعد از این مرحله دوم یعنی فاهمه شروع میشه. حالا ذهن یه سری مفاهیم از پیش آماده مثل علیت، اینکه هر چیزی یه علتی داره، روی این داده‌هایی که حالا توی مکان و زمان مرتب شدن اعمال میکنه. اینجاست که اون داده‌های خام تبدیل میشن به اشیا و اتفاقات معناداری که ما میشناسیم. پس نکته کلیدی و حیاتی اینه این دنیای منظم و قانونمندی که ما داریم تجربه میکنیم یه محصول مشترکه. یه طرفش داده‌های حسی هن که از بیرون میان، یه طرف دیگهش ساختار فعال ذهن ماست. ما فقط دریافت کننده های پسیو نیستیم. ما در واقع سازنده های فعال تجربه خودمون از واقعیت هستیم. خب، این نظریه انقلابی یه نتیجه خیلی عجیب و غریب هم داره. یه واقعیتی وجود داره که برای همیشه، تأکید میکنم، برای همیشه از دسترس ما خارجه. کانت بین 2 جهان فرق میذاره. یه جهان اسمش هست پدیدارها. این همون دنیاییه که ما هر روز تجربه میکنیم. دنیای میزها، درختها، سیاره‌ها و قوانین فیزیک. این دنیا توسط ذهن ما شکل گرفته و این تنها دنیاییه که ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. اما پشت این پرده یه دنیای دیگه وجود داره به اسم اشیاء فی نفسه. این یعنی واقعیت خام، بدون فیلتر، اونطوری که واقعاً هست، مستقل از ذهن من و شما. ما هرگز نمیتونیم این جهان رو بشناسیم. چرا؟ چون به محض اینکه تلاش کنیم بشناسیمش، ذهن ما بلافاصله فیلترهای مکان، زمان و بقیه مفاهیمش رو روش اعمال میکنه و اون رو تبدیل به پدیدار میکنه. خب حالا که تا اینجا اومدیم بیایم ببینیم این انقلاب فکری کانت تهش چی میشه. این همه حرف چه تأثیری توی دنیای واقعی، روی علم و روی زندگی ما داره؟ پیامدهای این نظریه واقعاً عظیمه. از یه طرف کانت پایه‌های علم رو خیلی محکم کرد. قوانین علمی جهان شمول هستند چون این قوانین در واقع همون قوانین ذهن خود ما هستند که داریم به تجربهمون تحمیل می‌کنیم. از طرف دیگه یه مرز خیلی روشن و مشخص برای دانش ما کشید. گفت ما با عقلمون نمیتونیم درباره چیزایی که خارج از تجربه ممکن ما هستن مثل خدا، روح یا اختیار حرف بزنیم. نمیتونیم اثباتشون کنیم، نه ردشون کنیم. این سوالا کلاً خارج از زمین بازی عقل نظری ما هستن و کانت میگه دقیقاً همینجا فضا برای ایمان باز میشه. و به نظرم این نقل و قول از خود کانت به درخشانترین شکل ممکن کل این تغییر دیدگاه رو خلاصه میکنه. ذهن انسان دیگه یه شاگرد ساکت و منفعل نیست، بلکه یه قاضی فعاله. یه قاضی که طبیعت رو به جایگاه شهود میاره و اون رو مجبور میکنه به سوالهای جواب بده که خود ذهن طراحی کرده. و در آخر همه این ماجرا ما رو با یه سوال خیلی عمیق و شاید کمی نگران کننده تنها میذاره. اگه تجربه ما از واقعیت همیشه و همه وقت داره توسط ساختار ذهن خودمون فیلتر و بازسازی میشه، پس واقعیت عینی اصلاً یعنی چی؟ آیا چیزی به اسم واقعیت مستقل از ذهن ما وجود داره که بتونیم دربارش حرف بزنیم؟ این میراث بزرگ انقلاب کانته، سوالی که بعد از چند قرن هنوزم فیلسوفا رو به چالش میکشه.